در همایش علمی نظریوی در حوزه قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت و تندرستی شهروندان در دانشگاه ملی تاجیکستان، نمایندگان از دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، راهبران یک قطار مؤسسه‌های تحصیلات عالی و آموزگاران و دانشجویان اشتراک نمودند. در آغاز همایش علمی، رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان امام علی نصرالدین زاده از جمله تاکید داشت که قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت و تندرستی شهروندان که با سیاست دوربینانه و خیراتگرایانه پرزیدنت مملکت در سمت بلند برداشتن حس و تندرستی جوانان رابطه زیج دارد، برای تربیت شهروندان در راه خدمت صافدلانه و فداکارانه به وطن، افتخار از نیاگان، اردگذاری بر رمزهای ملی و جهد و تلاش بهر فردای باز هم آباد و درخشان مملکت و نیکو احوالی روزافزون خلق نقش موثر دارد. تاکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول استقلالیت دولتی با نیروی ذهنی نورسان و جوانان تکیه نموده در این سمت اقدامات نظررس را عملی می نماید. همین است که با مسئله وطن دوستی، حس خویشتن شناسی، تشکل تفکر شهروندان در راه حفظ منفعت‌های دولت و حکومت به طور علاهیده اشاره می گردد که با اندیشه متخصصان از اقدام و ابتکارات تازه در جامعه امروزه ما به حساب می رود. در جمهوری تاجیکستان با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و تشبث قانونگذاری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام علی، قانون مخصوص یعنی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت و تندرستی شهروندان قبول کرده شده است. قانون مذکور مهمترین مسئله های تربیت و تندرستی را پیش بینی کرده است و پیشوای ملت در تمام سخنرانی، برآمدها و پیامهای خود پیوسته شهروندان را به دوست داشتن میهن، احترام ارزش‌های ملی، حفظ ارزش‌های ملی، معرفی جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی پیوسته ترغیب میکنند، تشویق میکنند و تمام سخنرانی و برآمدهای پیشوای ملت روانه شدند با بلند برداشتن تربیت و تندرستی و میهن‌پرستی شهروندان جمهوری تاجیکستان. تشکل غایه‌های وطن‌دوستی، خودآگاهی و خودشناسی، احترام سنت‌های فرهنگ ملی، احترام گذاشتن و حفظ کردن عنعنه‌های تاریخی و تمدن نیاگان در ضمیر شهروندان مملکت در مجموع قسم ترکیبی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در رشد فرهنگ ملی، تحکیم استقلال و دولتداری نوین ملی محسوب می‌یابد. به نظر حقوق شناسان، اعلان سال 2024 سال معرفت حقوقی نیز از تدبیرهای مهم دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تربیت شهروندان خاصه نورسان و جوانان در روحیه حفظ ارزش‌ها و مقدسات ملی به حساب می رود. معرفت حقوقی طلب میکند که شهروندان جمهوری تاجیکستان غیر از داشتن دانش‌های حقوقی همزمان زیرکی سیاسی داشته باشند و طور پیشوای ملت نیز دائما تاکید میکنند که ما باید زیرکی سیاسی داشته باشیم و در روند پرتلاطم جهانی شوی وطن خود، ملت خود، سرزمین نیاگان خود را چون گوهرک چشم حفظ نماییم. در ادامه همایش علمی نظریوی آموزگاران و دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان در حوزه قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت و تندرستی شهروندان اشتراکچیان عاید به موضوعهای مسائل مبرم زمینه‌های حقوقی و حجت‌های بنقشه‌گیری استراتژی عاید به تربیت و تندرستی شهروندان، وضع حقوقی اشتراکچیان مناسبت‌ها در ساحه تربیت و تندرستی برآمد نموده ابراز گردید که تاکیدها و راهنمایی‌های همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و توجه خاصه ظاهر کرده نشان با تربیت و تندرستانه شهروندان هر یک فرد جامعه را موظف می‌سازد که در این ردیف اقدام و تشبث‌های سازنده را پیش گیرد.